سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام یه مثال عملی از حلقه تکرار وایل واسهتون بزنم. ببینید توی این مینی پروژه‌ای که قراره با هم انجام بدیم دو تا اینپوت داریم. توی این اینپوت اول یک عدد وارد میکنیم، توی اینپوت دوم هم یه عدد وارد میکنیم. مثلا فرض کنید اینجا عدد 1 رو وارد میکنم، اینجا عدد 5 رو وارد میکنم. وقتی روی دکمه محاسبه کن کلیک بکنم، مجموع اعداد 1 تا 5 با هم محاسبه میشن و زیر این دکمه محاسبه کن اینجا نمایش داده میشه. یعنی اعداد 1 تا 5 رو با هم دیگه جمع میزنه و مجموعشون رو به هم نمایش میده. یعنی چی؟ یعنی عدد 1، عدد 2، عدد 3، عدد 4 و عدد 5 با هم دیگه جمع میشن که مجموع اینا میشه عدد 15 و این 15 اینجا نمایش داده میشه. حالا شما میتونید به جای 1 و 5 هر عدد دیگه رو وارد بکنید. مثلا توی این اینپوت اول میگم عدد 2000، توی اینپوت دوم میگم عدد 5000. خب الان وقتی روی دکمه محاسبه کن کلیک بکنم، میاد از عدد 2000 تا 5000 رو با هم دیگه جمع میکنه. یعنی عدد 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 5، 6، 7، 8 همینطور تا برسیم به 5000 و مجموع اینا رو محاسبه میکنه و اینجا نمایش میده. خب در واقع داریم از حلقه های تکرار استفاده میکنیم دیگه. وقتی اینجا عدد 1 و 5 رو من وارد میکنم، خب یک متغیر، یک ظرفی در نظر میگیرم. مثلا اسمش رو میذارم توتال. توتال به معنی مجموع هست. مقدار اولیه توتال عدد 0 هست، درسته؟ یعنی هنوز هیچ چیزی داخلش قرار نگرفته. خب عدد اولی که اینجا وارد کردم یعنی 1، میاد به این 0 اضافه میشه. بعد این عدد یک واحد افزایش پیدا میکنه، میشه 2. یعنی میریم سراغ عدد بعدی. بعد عدد بعدی میاد به مجموع قبلی که توی توتال بود، توی این ظرف بود، اضافه میشه. باز مجدد یک واحد افزایش پیدا میکنه، میشه 3. و دوباره این عدد 3 میاد به مجموع قبلی اضافه میشه. باز یک عدد افزایش پیدا میکنه، میشه 4. این 4 میاد به مجموع قبلی اضافه میشه. یک عدد افزایش پیدا میکنه، میشه 5. این 5 هم میاد به مجموع قبلی اضافه میشه. این کاری هستش که ما باید انجام بدیم. کار ساده یا حالا انجامش که بدیم کامل متوجه میشید. خب من این کدا رو دیلیت بکنم که مجدد بیایم با همدیگه کداشو بنویسیم. ساختار HTML رو بررسی بکنیم. یه دیو با کلاس کانتینر دارم، یه اینپوت دارم با تایپ نامبر، آیدی فرست بهش دادم به معنی اول و پلیس هولدر عدد اول. یه دونه اینپوت دیگه دارم با تایپ نامبر، آیدی سکند بهش دادم به معنی دومی با پلیس هولدر عدد دوم. یه دونه باتن با آیدی کامپیوت با متن محاسبه کن که میشه این باتن آبی رنگی که اینجا دارید میبینید. و یه دونه پی هم دارم با آیدی توتال. توتال به معنی مجموع هست که قرار مجموع اعداد محاسبه بشن و اینجا نمایش داده بشن. در واقع این پی میشه مربوط به این قسمت. اوکی؟ خب کدای CSSش هم خیلی ساده است. یه بررسی سریع با هم داشته باشیم. خب من توضیح خاصی نمیدم در مورد اینا، فقط چند لحظه همینجوری روی این کدها وای میسم که اگه خواستید ویدیو رو استاپ بکنید، ببینید این 3 تا، این 4 تا و بعدش هم اینا. ویدیو رو استاپ بکنید، خودتون بررسی بکنید. کدا خیلی ساده است، پس توضیح خاصی در موردش نمیدم. خب الان وقتی کاربر میاد یک عددی رو اینجا وارد میکنه، یک عددی رو هم اینجا وارد میکنه و روی محاسبه کن کلیک میکنه، ما باید بتونیم توی JS به عددی که کاربر اینجا وارد کرده و اینجا وارد کرده دسترسی پیدا بکنیم. درسته؟ و همچنین به این دکمه محاسبه کن دسترسی پیدا بکنیم که واسهش رویداد کلیک رو بنویسیم. و همچنین به پی با آیدی ریزالت که این زیر قرار میگیره دسترسی پیدا بکنیم که بتونیم اینر تکست یعنی محتوای داخلش رو تغییر بدیم. پس من الان نیاز دارم که هر 4 تای این عناصر رو توی JS توسط آیدی هاشون دریافت بکنم و داخل یک سری متغیر ذخیره بکنم. میام اینجا توی app.js میگم آقا عنصری که آیدیش فرست هست رو بگیر، بریز توی یک ظرفی، توی یک متغیری به اسم فرست نام. عنصری که آیدیش سکند هست رو بگیر، بریز توی یه ظرفی به اسم سکند نام. عنصری که آیدیش توتال هست رو دریافت بکن. میتونیم آیدی اینو حتی ریزالت هم بذاریم، یعنی نتیجه. درسته؟ آیدیشو میذارم ریزالت. خب میگم عنصری که آیدیش
ریزالت هست رو دریافت کن و بریز توی یک ظرفی به اسم ریزالت. عنصری که آیدیش کامپیوت هست که میشه این دکمه رو دریافت کن توسط آیدیش و بریز توی یه ظرفی به اسم کامپیوت BTN. حالا میام واسه این کامپیوت BTN یعنی این دکمه محاسبه کن رویداد کلیک می نویسم. میگم کامپیوت BTN نقطه آن کلیک. اگر روش کلیک شد کدای داخل این فانکشن اجرا بشن. بازم تاکید میکنم جلوتر در مورد این که فانکشن چی هست توضیح میدم واسهتون. پس الان اگه کاربر بیاد روی دکمه محاسبه کن کلیک بکنه کدهایی که اینجا از خط 8 به بعد می نویسیم اجرا میشن. خب من الان توی فرست نام در واقع به این اینپوت دسترسی دارم. توی سکند نام به این اینپوت دسترسی دارم. اوکیه؟ خب حالا چطور به ولیو هاشون یعنی به عددی که کاربر داخل اینا وارد میکنه میتونم دسترسی داشته باشم؟ قبلا یاد گرفتید خیلی ساده است. اینجا میام باز یک متغیر تعریف میکنم، اسمشو میذارم مثلا first، میگم مساوی باشه با first نام نقطه ولیو. درسته؟ به همین سادگی نقطه ولیو. الان توسط first نام نقطه ولیو به عددی که کاربر توی اینپوت اول وارد میکنه میتونم دسترسی داشته باشم. از همین کپی میگیرم، اسم متغیرم رو میذارم second و میگم second نام نقطه ولیو. پس به این ترتیب میتونم به عددی که کاربر توی اینپوت دوم هم وارد میکنه دسترسی پیدا بکنم. یه متغیر هم تعریف میکنم، اسمشو میذارم توتال به معنی مجموع و مقدار اولیه‌اش رو 0 میذارم. درسته؟ یعنی مقدار اولیه‌ای که درون این ظرف توتال قرار میگیره عدد 0 هستش. خب حالا میام یک حلقه تکرار وایل می نویسم. میگم آقا تا وقتی که first کوچیکتر مساوی با second هست، یعنی تا وقتی که عدد اول به ما میایم عدد کوچیکتر رو اینجا می نویسیم دیگه. میگم مثلا مجموع اعداد 1 تا 5 رو واسه محاسبه کن. این 1 میاد توی first قرار میگیره، 5 میاد توی second قرار میگیره. بعد میگم تا وقتی که عدد کوچیکه first کوچیکتر یا مساوی با second هست، یعنی تا وقتی که هنوز نرسیده به second، بیا این کارها رو انجام بده. بیا توتال رو، توتال چی بود؟ اون ظرفی که قرار بود مجموع اعداد رو توش ذخیره بکنیم. توتال رو به اضافه مساوی بکن با second. درسته؟ عذر میخوام با first و بعد بیا first رو پلاس بکن، یک واحد بهش اضافه بکن. بچه‌ها بعداً توضیح میدم واسهتون، توی ویدیو بعدی تریسش میکنیم بهتر موضوع رو متوجه میشید. خب در نهایت میگم که بیا و ریزالت رو ریزالت چی بود؟ این پیه بود دیگه، پی به آیدی ریزالت. میگم بیا ریزالت رو اینر تکسش رو برابر با توتال قرار بده. تموم شد و رفت. حالا میگم عدد 1 5 مجموعشون میشه 15. محاسبه کن رو که بزنم، اما میبینید 15 رو به هم نمایش نداده. یعنی اومده عدد 1 2 3 4 5 رو به همدیگه چسبونده. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی من عددی اینجا توی این اینپوت ها وارد میکنم، 1 و 5 رو وارد میکنم، درسته من عدد وارد کردم، ولی توی JS که توسط فرست نام نقطه ولیو و سکند نام نقطه ولیو به مقادیر اینا دسترسی پیدا میکنم، اینا رو به صورت یک استرینگ یا رشته به من تحویل میده و وقتی سعی میکنم اینا رو با همدیگه جمع بکنم، خب عملیات جمع واسه یه رشته ها چطور رفتار میکرد؟ رشته ها رو به همدیگه میچسبوند. درسته؟ ببین عدد 1 2 3 4 5 به صورت رشته باشون رفتار شده، به همدیگه چسبیدن. خب باید بیام این فرست نام و سکند نام رو تبدیل به عدد بکنم. چطوری؟ میام اینجا می نویسم نامبر با n بزرگ و حالا داخل این میگم فرست نام نقطه ولیو، یعنی ولیویی که توی این فرست نام هست، عددی که اینجا کاربر وارد میکنه رو تبدیل به نامبر بکن. این یک استرینگ هست، بیا تبدیلش بکن به عدد، به صورت عددی باهاشون رفتار بکن. اینجا هم به همین شکل میگم نامبر و میگم سکند نام نقطه ولیو. الان این مشکل رفع میشه. اینجا 1 رو وارد بکنم، 5 رو وارد بکنم، محاسبه کن رو بزنم، عدد 15 رو داره به هم نشون میده. خب حالا دو تا عدد بزرگتر، مثلا میگم آقا مجموع اعداد 500 تا 1000 رو واسه هم محاسبه بکن. خب میشه این میشه 375750.
حالا اگه بخوام این عدد رو سه رقم جدا بکنم میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام بگم توتال نقطه تو لوکال استرینگ. بچه ها این یک متد هست، هنوز با متد ها آشنا نیستید، فعلا فقط اینو بنویسید که عددتون سه رقم جدا بشه، خواناتر بشه. یه بار دیگه اینجا بگم 500 و بگم 1000، محاسبه کن رو بزنم، ببین این دفعه سه رقم جداشون کرده. یا مثلا بگم مجموع اعداد 1000 تا 5000 رو محاسبه بکن، یه عدد بزرگ باید بشه، شد 12,000,03000. اوکی، پس توسط این تو لوکال استرینگ عددمون سه رقم از هم جدا میشه. توی ویدیوی بعدی یه مقدار بیشتر در مورد این قطعه کد واسهتون توضیح میدم و تریسش میکنیم. موفق باشید.